سلام دوستای خوشگلم. در روزگاران دور در سرزمین یونان، شاهزاده‌ای به نام پاریس از شهر تروا در یک مهمانی بزرگ به مهمانی خدایان دعوت شد. در آن مهمانی میان سه الهه قدرتمند جدالی در گرفت که کدام یک زیباتر است. آنها از پاریس خواستند قضاوت کند. آفرودیت الهه عشق و زیبایی به او وعده داد که زیباترین زن جهان را به همسریش درآورده. پاریس هم زیبایی را انتخاب کرد و در نتیجه آفرودیت هلن همسر شاه منلاوس از شهر اسپارت را به او بخشید. پاریس هلن را ربود و به تروا برد. این کار آتش خشم یونانی ها را شعله ور کرد. همه شاهان و پهلوانان یونانی گرد هم آمدند، از جمله آشیل، اودیسه و دیگر جنگجویان، و به سمت تروا لشکر کشیدند. جنگ تروا آغاز شد. 10 سال طول کشید و هزاران نفر در نبردها کشته شدند، اما دیوارهای بلند و مستحکم تروا همچنان پابرجا ماندند. اما سرانجام اودیسه شاه دانا و مکار جزیره ایتاکا نقشه‌ای کشید. او دستور داد نجارها اسب چوبی عظیمی بسازند. این اسب چنان بزرگ بود که چندین جنگجوی زبده می توانستند درون آن پنهان شوند. یونانی ها پس از ساخت اسب تظاهر کردند که از جنگ خسته شده‌اند. اردوگاه خود را جمع کردند، سوار کشتی ها شدند و وانمود کردند که به خانه بازگشته‌اند. اسب چوبی را هم به عنوان هدیه صلح جلوی دروازه تروا گذاشتند. مردم تروا با خوشحالی اسب را به نشانه پیروزی وارد شهر کردند. برخی پیران هشدار دادند که ممکن است این اسب دامی باشد، اما مردم گوش نکردند. آن شب همه جشن گرفتند و تا دیر وقت شادی کردند. وقتی همه مردم خسته و خوابیده بودند، در دل شب دریچه مخفی اسب باز شد. اودیسه و جنگجویان یونانی از آن بیرون آمدند، به نگهبانان حمله کردند و دروازه‌های شهر را گشودند. سپاه یونان که در نزدیکی کشتی‌ها کمین کرده بود، بازگشت و وارد شهر شد. در آن شب تاریک شهر تروا در آتش سوخت. مردمش کشته یا اسیر شدند و هلن به یونانی‌ها بازگردانده شد. از آن پس داستان اسب چوبی تروا به افسانه جاودان تبدیل شد، نمادی از فریب هوشمندانه و سقوط غرور انسان‌ها.